بیایم یه واقعیتی رو قبول بکنیم و اونم اینه که تمرکز کردن در دنیای امروز یک امر خیلی مهم و حیاتی هستش. چرا که ساعتهای بسیار زیادی از روزهای کاری و حتی میشه گفت روزهای تعطیلات خودمون رو در سوشال میدیا میگذرونیم و چه بسا که خیلی از اون کارهای سطحی رو هم به کارهای عمیق ترجیح میدیم. حالا اینکه چرا تمرکز کردن در دنیای امروز سخت‌تر شده و چرا ما نمیتونیم دیسپلین داشته باشیم دلایل زیادی داره که یکی از اون علتاش ناآشنا بودن خیلی از ماها با یک مبحثیه به نام کار عمیق. در واقع کار عمیق قرار هستش که به ما این دید رو بده که در دنیای آشفته امروز بتونیم راحت‌تر تمرکز بکنیم و به همه کارهامون برسیم و بتونیم بازدهی و راندمان بالاتر و بهتری رو داشته باشیم. کتاب کار عمیق به همه ما اینو میرسونه که در دنیای امروز اقتصاد فعلی که در سراسر جهان وجود داره به گونه‌ای طراحی شده که بتونه تمرکز ما رو به خودش جلب کنه. به عبارتی ساده‌تر تمرکز ما رو از خودمون بگیرن و این در حالی هستش که تمرکز کردن در دنیای بسیار پیچیده امروز که ما روزانه کلی اطلاعات وارد مغز خودمون میکنیم که نمیتونیم این اطلاعات رو به این راحتی مدیریت بکنیم و ما نمیدونیم این اطلاعاتی که ما وارد مغز میکنیم چه درصدیش واقعا واقعی هستش، کاربردیه و چه مقداریش به درد ما نمیخوره. باعث میشه که ما به خیلی از اهدافمون نرسیم. فقط اطلاعات وارد مغزمون میکنیم و بعدش اون بازدهی رو که باید نداریم. سلام به همه دوستان عزیز، من محمد جواد هستم و اینجا کانال اتاق کتاب هستش و امروز قراره در مورد یک کتاب بسیار فوق‌العاده تحت عنوان کار عمیق از کال نیوپورت با شما صحبت بکنم. کال نیوپورت که خب اغلب حتی کل نیوپورت هم صداش میزنن، یک محقق و نویسنده بسیار جالبی هستش که کلا تا اونجایی که من اطلاع دارم 2 کتاب بیشتر ننوشته که هر دو این کتاب کاملا قابل تحسین هستش و در مبحث تمرکز و کار عمیق زیاد صحبت کرده. خب کتابی که قرار ما امروز راجعش صحبت بکنیم کتاب اولش هستش که تو سال 2016 انتشار پیدا کرد و این کتاب کار عمیق هستش. حالا در واقع کار عمیق یعنی چی؟ یه وقتایی شده که همه ما اومدیم یه کاری رو، حالا هر چقدر سخت، به مدت مثلا 5 دقیقه، ربع ساعت، نیم ساعت، 1 ساعت، چه بسا 2 ساعت و حتی بیشتر اومدیم با تمرکز بسیار زیاد اون کار رو انجام دادیم. حالا اون کار فارغ از این که هر چقدر سخت بوده باشه، ما زمانی که داشتیم اون کار رو انجام میدادیم کل توجه و تمرکزمون رو به اون کار اختصاص دادیم. در واقع کال نیوپورت میگه که این مبحث بهش میگن کار عمیق، یا همون بعضیو میگن غرق شدن در کار. یعنی ما اینقدر در اون کار غرق شدیم که اون کار رو داریم به بهترین شکل ممکن انجام میدیم با نهایت تمرکز. حالا اینکه چرا تمرکز کردن سخت شده دلایل خیلی زیادی داره.
قبلا اینطوری بود که بسیاری از سیاستمداران و همچنین میشه گفت دولت‌های حال حاضر حتی در جهان اینطوری بود که به یه طریقی میخواستن توجه مردم رو به خودشون جلب بکنن. در واقع اگه ما برگردیم به تاریخ این که رسانه دقیقاً از کی به وجود اومد، خب تاریخ رسانه میشه گفتش که مال الان نیست و وقتی اسم رسانه میاد ناخودآگاه ذهن همه ما میره سمت اخبارهای تلویزیونی یا همین شبکه‌های مجازی. ولی خب منتها از همون موقعش هم مثلا از یک قرن پیش تقریبا و حتی یه ذره بیشتر ما تو فیلم ها زیاد دیدیم که بچه هایی می اومدن و روزنامه به مردم می فروختن. خب اون خبرنگاران و اون روزنامه که فروخته شد خونا هم حالت رسانه داشت دیگه، نه در واقع خود رسانه بود. ولی خب الان مثلا درست روزنامه حالا به اون شکل اونطور که ما نمیبینیم و فروخته نمیشه، ولی خب محتواها در سراسر اینترنت هست که به ما داره نشون داده میشه. اینطوری توجه و تمرکز ما رو میگیرن. حالا شاید خیلی عجیب باشه که یعنی کلا رسانه از روز اول طوری تنظیم که نه، طوری ساخته شد برای اینکه فقط بیا تمرکز ما رو به خودش اختصاص بده. تقریبا میشه گفت آره. به قول گفتنی افراد متخصص و آدم‌های باهوش خیلی زیادی اومدن الگوریتم‌های سوشال میدیا مثل اینستاگرام، یوتیوب و حتی تلگرام اومدن یه طوری اونا رو طراحی کردن که هر بارش وقتی نوتیفیکیشن نمایش داده میشه ما سریع رجوع میکنیم به سمت گوشیامون که خب باعث میشه که ما ساعتهای خیلی زیادی در این کارها غرق بشیم. حالا فرقی هم نمیکنه، میخواد فقط چک کردن آنی پیام ها باشه، میخواد چت کردن باشه، میخواد فرستادن فایل ها، عکس ها و ویدیو ها به یه شخص یا به یه شرکت باشه. در واقع سوشال میدیا به خودی خود بد نیست. کلا مدیا اصلا یکی از وظایفی که اومد و اجرا کرد، در واقع میشه گفت اومد به بشریت خدمت کرد، این بود که اومد ارتباطات رو خیلی راحت تر کرد. یعنی الان خیلی راحت خیلی از این اسناد و برگه هایی که شاید مثلا در گذشته چند روز و چند هفته و حتی ماها طول میکشید که از یه شهر به شهر دیگه بره، الان شما خیلی راحت با 2 تا عکس، با گرفتن 2 تا عکس یا حتی بیشتر از این سری اسناد میتونید مثلا توی پلتفرمی مثل واتساپ یا تلگرام اونا رو به یه شخص دیگه بفرستید به همین سادگی. خب نگاه ساده ماجرا اینه، ولی بحث اینجا هستش که در واقع کار عمیق باید به ما یادآوری بکنه که ما بیشتر روزانه داریم درگیر کارهای سطحی میشیم تا کارهای عمیق. حالا سوال، کار عمیق یعنی چی؟ یعنی فقط غرق شدن در یک کاری هستش که ما بهش علاقه داریم؟ میتونه جواب درستی باشه. حالا اینکه این جواب تا چقدر درسته به اما اگرهای خیلی زیادی بستگی داره. ولی کار عمیق بیش از هر چیز داره به ما یادآوری میکنه که ما با توجه به زمان محدودی که داریم باید بیشترین بازدهی رو داشته باشیم. برای مثال تصور کنید یک نفر در یک شرکتی داره کار میکنه، یه کارمند شرکتی هستش. اون شخص به جای اینکه تمرکز بکنه روی کار و خب برنامه‌ریزی بکنه و اطلاعات و میشه گفت اسناد رو به زیر دستای خودش یا بالا دستای خودش سریعتر برسونه که کارها رو در طول همون روز تو همون تایم به سرانجام برسونه، تصور کنید این شخص درگیر کارهای سطحی میشه. هی دم دقیقه ایمیل چک بکنه، دم دقیقه بیاد داخل سوشال میدیا. حالا حتی چه بسا که زمانهایی که آدم‌ها این کار رو میکنن معمولا زمانی هستش که آدم‌ها بیکارن دیگه، یعنی مثلا خیلی کار زیادی برای انجام دادن ندارن.
حالا چه تو محیط کاری و چه تو خونه یا اماکن عمومی، یعنی خیلی فرقی نمیکنه. به هر حال همه ما در طول روز امکان نداره که به گوشیامون رجوع نکنیم، مخصوصا الانه که بیش از هر زمان دیگه ما داریم تو عصر تکنولوژی و ارتباطات داریم زندگی میکنیم. ولی خب این به خودی خود چیز بدی نیست. اما کال نیوپورت میگه که با حواسمون باشه که کدوم کار سطحیه، کدوم کار عمیقه. کار عمیق قرار بر این هستش که ما رو به یک نتیجه مطلوب برسونه، مثل داشتن دیسیپلینه، مثل همون بحث استمرار هستش. یعنی کار عمیق یک کار مفیدیه. اگه من مثلا کارمند یک شرکتی هستم، من باید بتونم وظایف خودم رو تو اون تایم اداری به بهترین شکل ممکن انجام بدم و فقط وظایف خودم رو انجام بدم، همون وظایفی که قراره منو بعداً به یه جایگاه بهتری برسونه. اما یه قرار بر این باشه که من درگیر این باشم که خیلی خوب همسرم یا پارتنرم داره چی کار میکنه، یا اونا از من چی میخوان، یا مثلا ساعتهای معیدی بشینم با یکی از دوستانم صحبت بکنم، تلفنی حالا حضوری فرقی نمیکنه. این کارهای سطحی باعث میشه که تو همون هدف اصلی من تداخل ایجاد بکنه. و خب یه بخشی از این تمرکز نکردنه به خاطر این هستش که ما تو عصر تکنولوژی داریم زندگی میکنیم و خب همونطوری که من اشاره کردم الگوریتم های پلتفرم های سوشال میدیا طوری طراحی شده که سریع ما توجهمون به نوتیفیکیشن ها و به محتواهای خیلی زیاد جلب میشه. یعنی اینطوری هستش که یه زمانهایی که حتی ما نیاز داریم که فکر بکنیم، تجزیه و تحلیل بکنیم یه سری مسائلی رو، سریع ما یهویی درگیر گوشی میشیم و خب ساعتهای خیلی زیادی میگذره و اون وقت ما میبینیم که کار خیلی مفیدی انجام ندادیم. حالا اینکه ما چرا به کار عمیق نیاز داریم؟ در واقع کار عمیق به خاطر دو دلیل هستش. یه دلیلش به خاطر این هستش که ما رو وادار میکنه همچنان به دنبال یادگیری باشیم و بتونیم برای خودمون دیسیپلینی خلق بکنیم که بتونیم مدام تو مسیر یادگیری حرکت بکنیم. یعنی خیلی خوبه که ما تو اون مسیری که داریم حرکت میکنیم بدونیم کجای کاریم، چجوری داریم حرکت میکنیم، موانع چیا هستن و بتونیم در کنار یادگیری که دقیقاً این مبحث مورد دوم رو در بر میگیره، بحث خلاقیت هستش. خلاقیت، تا اسم خلاقیت میاد همگی فکر میکنن که خلاقیت فقط باید برای کارهای هنری باشه، ولی خب اینطوری نیست. در واقع جدا از این که ما باید درک بکنیم چرا به کار عمیق نیاز داریم، باید به این مثلا با فکر بکنیم که خیلی از مسائل و موانعی که سر راه ما قرار میگیره نیاز به حل شدن داره و خب حل خیلی از این مسائل یا همون به اصطلاح تکنیک حل مسئله‌ای که قرار بر این هستش ما به کار بگیریم، با کار عمیق خیلی راحت تر میشه. یعنی کار عمیق جدا از بحث یادگیری ما رو وادار به این میکنه که تو اقتصاد امروز که دارن توجه ما رو به شکل‌های مختلف دارن میگیرن، بتونیم خلاقیت داشته باشیم. خلاقیت از این نظر که ما بتونیم مسائل و موانع رو به خوبی حل کنیم. در واقع همه چیز به اینجا هم ختم نمیشه. داشتن کار عمیق میتونه از ما یک انسان خیلی بهتر بسازه. انسانی که علاوه بر این که میتونه تکنیک حل مسئله داشته باشه برای مسائل شخصیش و مسائل کاری و حتی عاطفیش، میتونه ما رو به این سمت و سو واداره که همونطور که ما داریم در راستای اهداف و رسالت خودمون داریم حرکت میکنیم، میتونیم یک محصول فوق‌العاده‌ای رو تحویل این جامعه بدیم. در واقع اینطوری هستش که در دنیا امروز مخصوصا در کسب و کار داشتن تمرکز به خودی خود
یک امر حیاتی هستش و بسیار از این کسب و کارها با اولین موانعی که روبرو میشن دچار آشفتگی و شکست میشن و مخصوصا این مسئله رو افرادی که در ایران زندگی میکنن به خوبی میتونن درک بکنن. و خب کسی منکر مسئله نمیشه که چالش ها واقعا زیاده، مسائل همیشه هست، فقط شکل و شمایل مسائل فرق میکنه. ولی بحث اینجا هستش که کار عمیق به شما نشون میده که علاوه بر این که تمرکز بالایی دارین یاد میگیرین، دیسپلین میسازین، خلاقیت به خرج میدین، میتونین محصولی یا به عبارتی ساده‌تر ارزشی خلق بکنین که برای مردمان جامعه‌تون مفید واقع بشید. و یکی از دلایل این که کال نیوپورت تو این کتاب اومده تأکید کرد که کار عمیق خیلی مهمه، یکیش به خاطر همین مسئله هستش. در ادامه یه جای از این صحبت‌های کال نیوپورت خیلی جالبه که اومده گفته که داشتن کارهای سطحی به خودی خود بد نیست، چون ما نمیتونیم مدام همش در حال انجام کارهای عمیق باشیم. پس بهتره که ما یه برنامه‌ریزی داشته باشیم و کارهامون رو به دو بخش، کارهای سطحی و کارهای عمیق تقسیم بکنیم. یعنی یه سری ساعت مشخصی از روز ما این ابزارهایی که مربوط به سوشال مدیا میشه یا به عبارت ساده‌تر وسایل و پلتفرم هایی که باعث میشن حواس ما رو پرت بکنن رو خاموش بکنیم، سایلنت بکنیم و برای تایم مشخصی شده برای نیم ساعت در روز بیایم اون کارهایی که خیلی وقت ما هنوز انجام ندادیم یا میخوایم انجام بدیم رو انجام بدیم. مثل مطالعه کتاب که خیلی هم خوبه. و برای کسی که تا حالا کتاب نخونده یا کتاب خیلی کم خونده و دوست داره این عادت رو در خودش تقویت بکنه، میتونه با نیم ساعت در روز شروع بکنه. البته که در ابتدا این کار خیلی سخته، کاملا هم طبیعیه، ولی مهم اینه که به مرور زمان این برای شما تبدیل به عادت میشه. در واقع خود کال نیوپورت اومده گفته که داشتن تمرکز دقیقاً مثل یک عضله میمونه. شما باید برای اینکه بدن خودتون رو خوش فرم نگه داری مدام بری باشگاه تو این بدن شکل بگیره. و دقیقاً این کار عمیق لعنتی که خیلی خوبه و برای همه ما مفیده، دقیقاً مثل یه عضله میمونه که هی دم دقیقه باید تمرینش بدیم و همینطور هی باید قویش بکنیم. خیلی وقتا شده که ما یه کاری شروع میکنیم یا حتی اراده خیلی خوبی هم به خرج میدیم و برای مدتی مثلا 1 هفته یا 2 هفته ادامهش میدیم، ولی بعدش یهویی ول میکنیم. اشکالی نداره اگه ما ول کنیم بعد 1 روز یا 2 روز سعی بکنیم سریع برگردیم به مسیر اصلی تا بتونیم دوباره اون راندمان و بازدهی خیلی خوب رو داشته باشیم. و در آخر کار عمیق شما رو از آشفتگی های ناکامی نجات میده. کار عمیق شما رو به سمت بردن میبره. کار عمیق شما رو به سمت پیشرفت کردن میبره. البته که بعضی از روزها هست که آدم خسته میشه، اشکالی نداره، ما استراحت میکنیم، تجدید قوا میکنیم و بعد دوباره ادامه میدیم. خیلی ممنون از این که با چنل اتاق کتاب همراه هستید و امیدوارم که از این کتاب خوشتون اومده باشه. لطفاً چنل ما رو سابسکرایب بکنین و اگر نظری در مورد کتاب دارین تو کامنت ها به من اعلام بکنین. خیلی ممنون از شما. تا دیدار بعدی، خدا نگهدار.